تقریباً 50 زن این دهه افغانستان بیوه ماندند. شوهران اکثریت آنها را هنگام قاچاق مواد مخدر در مرز ایران یا برای فروش هروئین یا تریاک در قلمرو این کشور قتل کردند. شوهر همیرا مواد مخدر برده دیگر برنگشته است. 12 نفر خش شوهر مرکت کرد برفته. اینا گرفته شده، خبر مرگش رو به ما دادم. همیرا 6 فرزند دارد و با لباسشویی روز می‌گذراند. این حال امی صاحب امی کودک‌ها امی چیزهای دیگه. این به‌ها بالیم کودک‌ها خانه دیگه کسی چیزی نیست. دیگه کسی کمک به ما داد. سعدی گل و کلینش هم شوهر ندارند. شوهری که برای مال قاچاق کرد کشته شد. حکیموی بموند. بازم بچه‌های ما گوشنگی ابینوی برفتم. اینا مواد مخدر بردم. اینا کشته شدم. حال ما به و بی سرپرست قصد عقد خوب بموند. فقط جسدی بعضی ها را آورده اینجا دفن کردند. عبدالعلی فقیریار رئیس ناحیه ادرسکان میگوید مقامات مردم اینجا را فراموش کردند. هیچ کس نبوده که به داد از این مردم برسه، با مشکلات از این مردم برسه، حتی از این مردم کسی پرسان کنه. یک تعداد جوانام که بمونده تا به آخر رفته به ایران و گیر آمده و اونا رو اعدام کرده و مشکلات آمده که تا حال نی اجساد از اونا معلومه، نی جسد از اونا کسی دیده و هیچ کس ندیده که اینا چی شده سه. ادرسکان در ولایت هرات یک راه قاچاق مواد مخدر به ایران به شمار می رود. دیگر به گفته ساکنان این دهه کم کسانی یافت می شوند که جان خود را برای فایده از قاچاق مواد مخدر به خطر بیندازند.